سلام بر شما عزیزانم، فرزندان. به دنبال پیام قبلی خودم امروز میخواهم بیشتر در مورد تعامل تمدن‌هایی که نمایندگانشان بر روی زمین تجسم یافته‌اند صحبت کنم. این موضوع اکنون مربوط به نمایندگان تمدن‌های با ارتعاشات بالا و پایین است و از آنجا که آنها به ندرت در شکل خالص خود ظاهر می‌شوند، تعامل میان آنها ترکیبی از ویژگی‌های مختلف است که گاهی مشابه و اغلب متمایز و حتی مخالف یکدیگرند. زمین جایی است که وحدت ضدیت‌ها در آن به شکوفایی می‌رسد و این چیزی است که به انسان‌ها کمک می‌کند تا به توسعه معنوی برسند و به آنها می‌آموزد که دیگران را همان گونه که هستند بپذیرند، بدون سرزنش یا پرخاش. ما پیشتر نیز با شما صحبت کرده ایم که زمین به نوعی عرصه آزمایش است که در آن ارواح از جهانها و ابعاد مختلف فرود می آیند تا تجربه بی‌نظیر و پیچیده از زندگی در دنیای ابعاد سوم کسب کنند. تفاوت ارتعاشی میان این ارواح بسیار عظیم است. برای مثال، در یک خانواده ممکن است ارواحی از بعدهای پنجم و سوم گرد هم آیند. اگر نمایندگان تمدن‌های بسیار پیشرفته والدین باشند یا حداقل یکی از آنها باشد، این شرایط فرصت عالی برای رشد سریع معنوی را برای ارواح کودکان با ارتعاشات پایین‌تر فراهم می‌کند، به ویژه اگر والدینی دانا و محبت آمیز در کنارشان باشند. اما اوضاع پیچیده تر می شود وقتی که برعکس یک کودک که از جهانهای بالاتر به زمین آمده در خانواده‌ای با ارتعاش پایین متولد می شود. در چنین مواردی این کودک مجبور است والدین خود را تربیت کند، اما از آنجا که حافظه منشأ این کودک در ابتدای تولد مسدود است، آنها اغلب به شیوهی خاص و گاهی به شکلی تند و پرخاشگرانه به رسم و رسوم و انرژی‌هایی که با آنها بیگانه هستند اعتراض می‌کنند، که این منجر به تضادها و نزاع‌های بیپایان خانوادگی می شود. این کودک قادر به توضیح علت رفتار خود نیست و اغلب منزوی، گوشه‌گیر و واقعاً ناراضی می شود. اینها قوانینی هستند که روح قبل از تجسد خود انتخاب کرده است. متاسفانه بسیاری از این آزمایشات برای افراد بیش از حد طاقت فرسا هستند و روان آنها فرو می پاشد که منجر به مشکلات اخلاقی و جسمی می شود. برای فرار از واقعیت بیگانه، بسیاری از آنها به دنبال آرامش در مواد مخدر و الکل هستند که این خود تعامل آنها با دیگران را دشوارتر می کند. تنها ارواح قوی‌ترین، دانا و پخته‌ترین افراد می‌توانند در هر شرایط زندگی معنویت خود را حفظ کنند. تماس همیشه لازم نیست فیزیکی باشد. شما می‌توانید یک غریبه را حتی با تماشای اخبار، دیدن تصویری از او یا نگاه کوتاهی به یک رهگذر احساس کنید. همانطور که حیوانات هم نوعان یا حیوانات گونه‌های دیگر را شناسایی می‌کنند، فردی که از انرژی‌ها را به خوبی احساس می‌کند، می‌تواند خون خود یا دیگران را با یک نگاه بشناسد. به همین ترتیب شما می‌توانید افرادی را که دارای خون تمدن‌های پیشرفته یا ارتعاشات پایین هستند احساس کنید. اما زندگی همیشه شرایطی را برای شما ترتیب می‌دهد که شامل ارتباط با انواع مختلفی از افراد می‌شود، چه آنها را دوست داشته باشید یا نه. اغلب شما مجبورید با کسانی که به طور آگاهانه برایتان بیگانه‌اند ارتباط برقرار کنید و حتی تا حدی به آنها وابسته باشید. افرادی که ویژگی‌هایشان در شما دشمنی و نفرت برمی‌انگیزد. در دنیای بعد سوم به ندرت می‌توانید محیط خود را انتخاب کنید و تنها با افرادی که از نظر روحی با شما همخوانی دارند تعامل داشته باشید. اما این همان هنری است که به هنر ارتباط معروف است. توانایی هماهنگ شدن با هر فردی روی زمین و علاوه بر آن، نه تنها یادگیری تعامل با آنها، بلکه پذیرفتنشان همان گونه که هستند، بدون پرخاش یا سرزنش. چنین تجربه‌ای بسیار ارزشمند است، اما تنها در صورتی که ارتباط شما بر اساس ریاکاری، انطباق یا روش‌های مصنوعی ارتباط نباشد که افراد حتی امروزه به طور خاصی آموزش می‌بینند. یک استعداد واقعی توانایی است که بتواند با هر کسی سازگاری پیدا کنید. بهترین ویژگی‌های او را به نمایش بگذارید و از کاستی‌هایش چشم پوشی کنید که به طور شهودی توسط همه در هر سطحی از توسعه معنوی که باشند قدردانی می شود. اگر یاد بگیرید که تمرکز خود را روی بهترین ویژگی‌های یک فرد قرار دهید، بدون شک می توانید با او هماهنگ شوید و ارتباط مفید برای هر دو طرف برقرار کنید.
پس امروز درباره فرصت‌هایی صحبت خواهیم کرد که روح انسان خالص در حال حاضر به دست می‌آورد. وقتی ارتعاشات زمین روز به روز بیشتر می‌شود و موضوع اصلی ما در مورد بذرهای الهی خواهد بود. روح‌هایی که به سیاره شما آمده‌اند تا تجربه تعالی را در جسم فیزیکی کسب کنند. آنها بخش اعظم افرادی را تشکیل می‌دهند که نه تنها به طرح‌های جهانی برای نابودی بشریت معترضند، بلکه به دیگران نیز کمک می‌کنند تا بیدار شوند و آنهایی را که آماده‌اند نیز احیا کنند. در میان آنها کسانی نیز هستند که سخت‌ترین تجربه ممکن، یعنی همزیستی با یک روح دیگر با ارتعاش پایین در یک جسم را انتخاب کرده‌اند. وظیفه اصلی این افراد این است که به سرعت از آن روح دیگر مانع پیشرفت آنها به بعد پنجم می‌شود. وظیفه اصلی این افراد این است که به سرعت از آن روح دیگر که مانع پیشرفت آنها به بعد پنجم می‌شود رها شوند. این تجربه منحصر به فرد توسط قدیمی‌ترین و پخته‌ترین ارواح انتخاب شده است، اما برای موفقیت یا دستیابی به هدفی که به خاطر آن متولد شده‌اند، این افراد باید در توسعه معنوی خود پیشرفت عظیمی کنند. تاکنون تعداد کمی از افراد در جامعه شما از وجود دو روح در یک بدن آگاهی دارند، زیرا بشریت هرگز از چنین اطلاعاتی برخوردار نبوده است. در نهایت تنها اطلاعاتی که وجود داشت درباره تسخیر روح، مالکیت یا شخصیت‌های دوگانه بود. اما اینکه در یک بدن می‌تواند دو روح همزیستی داشته باشند، به سختی توسط آگاهی یک فرد معمولی پذیرفته می‌شود. با این حال می‌دانم که برخی از شما توانستید حضور یک غریبه را در زندگی خود احساس کنید. این حضور می‌تواند به شکل‌های مختلف ظاهر شود، اما بیشتر اوقات این حضور شما را به انجام اعمال بدون فکر و رفتارهایی ترغیب می‌کند که روح الهی شما هرگز انجام نمی‌داد. چگونه می‌توان تشخیص داد که اینها فریب‌های روح دوم شما با ارتعاش پایین است و نه صرفاً پیامدهای شخصیت، خلق و خو یا سبک زندگی شما؟ اول از همه به شیوه تاثیرگذاری مداوم و سیستماتیک بر شما توجه کنید. ممکن است احساس کنید که یک موجود نامرئی دائما سعی دارد قوانین بازی خاصی را به شما تحمیل کند، برنامه‌ها و الگوهای رفتاری خاصی، و مهم نیست که چقدر مقاومت می‌کنید، باز هم طبق این برنامه‌ها رفتار می‌کنید، چون تحت تاثیر نه تنها روح دوم خود بلکه آگاهی جمعی متعلق به آن روح هستید. اغلب این تاثیر به گونه‌ای است که در اولویت‌های شما فقط چیزهای مادی و عملی قرار می‌گیرند، در حالی که روح الهی شما به چیزهای بسیار متفاوتی تمایل دارد. در نتیجه شما حس می‌کنید که بسیاری از کارها را برخلاف میل خود انجام می‌دهید، چون به عنوان ضرورت مطرح شده‌اند یا به عنوان عرف و مد شناخته می‌شوند. در حقیقت این همان روشی است که برنامه‌های تمدن‌های با ارتعاش پایین آگاهی جمعی خود را به تدریج به شما القا می‌کنند. این دلیل اصلی این است که چرا یک فرد اغلب زندگی دیگری را زندگی می‌کند، یا بهتر بگوییم نه آن زندگی که توسط روح خالص الهی او قبل از تولد برنامه ریزی شده بود، بلکه آن زندگی که توسط روح دوم او با ارتعاش پایین به او تحمیل شده است. با این حال امروزه با ورود انرژی‌های بعد پنجم به زمین، چنین افرادی فرصت منحصر به فردی دارند که از این همنشین ناخوشایند رها شوند و مؤثرترین روش برای انجام این کار افزایش ارتعاشات فرد است.